دوستان گرامی، امروز یک گروه نئوناتسیستا برآمدگان، بعضی شوونیستا برآمدگان دعوا دارن که دین عربی است، به ما یگان تاجیک‌ها ربط ندارد، ما آریایی هستیم، ما نژاد همه اعلی است، بالاتر و بالاتر هستیم و بنابراین ما دین خودمون داریم و میخوان که 1400 سالی که تقریبا 1300 و چند سالی تاریخ ما رو قیچی کنند و بعد از اون با اون تاریخی که از این قبل بود به اون بازگردن. یعنی دیگران رو تهمت بکنن به ارتجاعی، کهنه پرستی، به قفانگاه کردن خودشون از دینی که تقریبا چند هزار سال پیش بوده است به اون میخوان که بازگردن. بزرگ دین است که در حقیقت ما در طول صحبتو کردیم میتونه که در اونجا مراجعت کنیم. خب ما دوباره میخوایم که درباره شمولیت و عالمیت بدون دین اسلامی صحبت کنیم. دوستان عزیز، اینجا شبهه های بسیار آوردن، یعنی این شبهه رو در نزد مکتب بچه‌ها مطرح میکنن، در نزد بچه‌های دانشگاهی مطرح میکنن، در افکار عام مطرح میکنن، میخوان که ملت فریب کنن، میخوان که ملت به همون دین بازگردونن که و اصلا دین است که انسان گذاشته است، دین آسمانی نیست، دین خدا نیست، حتی همون شخصی که دعوا میکنن در اصل پیغمبر هم نیست اصلا. خب درباره عالمی بودن دین اسلام دلیل های زیاد ما در قرآن داریم. یعنی خود قرآن میگه این دین عالمی است. مثلا یکمین همین آیه که فقط در نماز میخونیم میگه که الحمدلله رب العالمین، یعنی که همین سوره فاتحه را شروع میکنه به اینکه خدای عالمی ها هست، یعنی خدایی است که برای تمام عالمیان و پروردگار است، آفریننده تمام عالمیان است. این خود یک اشاره به عالمیت بودن همین دین است. دویم خود قرآن وقتی که نظر بکنیم، قرآن هم اشاره میکنه که این کتاب برای عالمی ها هست. میگه که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، یعنی پاک است اون پروردگاری که قرآن برای پیامبرش نازل کرد و این قرآن کتابی است که بیم دهنده برای تمام جهانی ها هست. کلمه عالمین سخت برادران در نظر گیرید، عالمین للعالمین نذیرا. و اینچنین مثلا الله میگه که تنزیل من رب العالمین، فراورده شده از خدای عالمیان است. باز در جای دیگه میگه تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، باز همون کلمه عالمین استفاده شد همراه فراورده شدن قرآن. همه این اشاره های هست به اون که این کتاب آسمانی هست و کتابی هست برای تمام عالمی ها از خدای عالمیان. غیر از این آیات های دیگه به همین معنا تاکید میکنم، میگه که مثلا یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یعنی که این خطاب برای مردم است. میگه ای مردم، نگفت ای مسلمان ها، ای کافر ها، ای تاجیک ها، ای عرب ها، ای ترک ها، ای فلان، نه، گفت ای مردم، یعنی فرزندای آدم. گفت که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از یک نر و ماده آفریدیم. بازم کلمه مردم رو استفاده برد. یعنی این چه از اشاره به عالمی بودن همین دین است، یعنی که دین خاصی ملت نیست، خاصی نژاد نیست. ببینید سلمان ایمان آورد، فارسی بود، صهیب رومی بود، بلال حبشی بود، یعنی از قدم اول همراه پیامبر صحابه‌ای بودن که یعنی که یک اینترنشنالیسم موجود بود که گوناگون ملتی در اونجا احساس میشد. باز امروز اومدن این نئوناتسیستای ما دعوا دارن که این دین عرب است، این به ما یگان علاقمندی ندارد و این چیزا ترویج داده ایستادن و میخوان که ذاکره مردم رو محو کنن، ذاکره 1400 سالی ما رو محو کنن. مگر اسماعیل سامانی کی بود؟ مگر اسماعیل سامانی کهنه پرست بود؟ مگر اسماعیل سامانی پیروی از عرب میکرد؟ مگر سینا و خوارزمی و بیرونی و فردوسی و رودکی و سعدی و حافظ و سنایی و انوری و اینو اون همه اینا از کی پیروی میکردن؟ در آخر این کتابایی که احمدی دانش نوشته است تقریبا 100 چند سال پیش، اونها کی رو پیروی میکردن؟ و استاد صدرالدین عینی وقتی کتاباشو ببینید پر از اشاره ها به انسانی دیندار بودن و انسانی و اسلام توجه داشتن و اسلام دوستاریش هست. اشاره قرآن میگه که درباره پیامبر علیه السلام میگه که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی که تو مهربانی، تو رحمت شفقت برای عالمیان هستی، نه تنها برای قوم خودت بلکه برای عالمیان. بعد پیامبر علیه السلام وقتی که فضیلت خودشون بالا دیگر پیامبرا بیان میکنن میگن که فضلتو علی الانبیاء بست، من به 6 چیز از دیگه پیامبرا فرقیت دارم. یکی از اونها این است که همه اونها برای قوم خودشون میرفتن، برای قوم خودشون فرستاده میشدن، بعثت اونها برای قوم خود بود، من برای تمام مردم فرستاده شدم. میگم یا اینکه الله تعالی وقتی که درباره کعبه گپ میزند میگه که ان اول بیت وضع للناس الذي ببکة مبارکا و هدى للعالمین، یعنی که اولین خانه که گذاشته شد برای هدایت عالمیان است.
یعنی از اول الله تعالی این خانه رو گذاشت برای خاطر اینکه یعنی معوا و جای دعا و نیایش و توبه و جای پرستش الله تعالی برای تمام عالمیان باشد. باز امروز نیوناتیستان میآیند اصلا این نیوناتیستان خیلی انسانای مغریض هستن، اونها رو نمیفرد وقتی که جوان مسلمان، وقتی زنی مسلمان یعنی که شریعت خدا رو اجرا بکند، وقتی همون لباسش بپوشد، وقتی که همون گفته‌های شریعت به جا میره، اینا ناراحت میشوند. از این اشاره ها این است که پیامبر علیه السلام از همون روز اولی بعثت خود یعنی که به همین رسالت تاکید میکردند و ببینیم اگر برای قیصر نامه فرستادن، برای کسرا خسرو ایران که پرویز بود اون زمان نامه فرستادن، برای مقوقس مصر فرستادن، برای نجاشی یعنی حبشه فرستادن. غیر از این مثلا ببینیم اگر اینجا تقریبا 12 تا نامه هست که از اون 4 تاش قبول نکرد، یکتاش خسرو ایران بود، یکتاش قیصر روم بود، دیگه تقریبا همه اونها رسالت پیامبر را قبول کردن و مسلمان شدن. یعنی خودی انسان ها را پیامبر همچون دعوتی دحیه کلبی برای کسرا فرستادنشون، عبدالله ابن حذافه برای خسرو ایران فرستادنشون چی معنی داره؟ یعنی آناسیست. یعنی پیامبر برای چی؟ برای پرویز دعوت کردن. اگر این دین عرب ها میشد، خود پیامبر رسالت نازل مگر درک نکرد که این رسالت برای عرب ها هست؟ تو اگه بعد از 114 سال میگه که این دین عرب ها بود. پیامبر علیه السلام غیر از این یکی از روش های دیگری اون که اسلام این دین عالمی است، در حدیث های خودشون بشارت میدن که آینده فلان جا رو فتح میکنه بسم الله. مثلا گفتن که لتفتحون القسطنطینیه، قسطنطینیه رو یعنی حاضر استانبول رو شما فتح خواهید کرد. این که وقتی که در جنگ خندق قرار شدن، وقتی خندق میگفتن به اشاره سلمان فارسی، وقتی هر بار سنگا رو میزدن، وقتی شعله میبرن میگفتن که الله اکبر، خدا بزرگ است، من گویا دیده ایستادم که شما قصرهای کسرا رو فتح کردید، قصرهای قیصر رو فتح کردید. این اشاره به چی بود؟ اگر به اشاره به عالمیت بده این دین نکند. غیر از این پیامبر علیه السلام در حدیث صحیحشون میگن که ان الله زوى الارض فرأيت مشارقها ومغاربها فإن امتی سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. خداوند میگه برای من زمین نشان داد از شرق تا غرب، از غرب تا شرق نشان داد. میگن ملک امتی من در تمام اینجا یعنی که امتی من ملک خواهد کرد، سلطنت خواهد کرد و همون قدری که چشم برای من همون چیز نمایان کرده شد. و در دومش گفتن که و اعطیت الکنزین، خداوند برای من 2 کنز رو عطا کرد، کنز قیصر و کنز کسرا رو. در حدیث دیگر، در حدیث تمیمی داری پیامبر علیه السلام میگن که لیبلغن الله هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، یعنی که این دین هر کجایی که شب و روز می شود اونجا حتما قدمش میرسد. یعنی جایی نیست در دنیا که قدم اسلام نرسیده باشد. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذلیل. یعنی حتما این دین رو الله تعالی در یگان دهکده نمونده، شهر نمونده، چادر نشین، جای چادر نشین و صحرا نشین نمونده، مگر اینکه اونجا حتما قدم اسلام خواهد رسید.